سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهانم. امروز هم یه نکته مهم در مورد موتورهای تتا میخوام بهتون بگم. این سانتافه مراجعه کرده بابت بازدید یاتاقاناش که باز کردیم دیدیم آقا یاتاقاناش یه خراب شده ولی میلنگو هنوز خراب نکرد. بعضی حالا تو اینستا میگن که آقا ماشینتون رو بیارید یاتاقاناشو از زیر عوض میکنید. یاتاقان از زیر عوض کردن واسه پیکانه، واسه این ماشینا نیست. باید شما موتور رو کامل بذاری زمین، این میلنگو ساعت بزنی، ثابت متحرک شم ساعت بزنی، یاتاقان رو ببندی روش، موتورم اوورهال کنی دیگه. اینجوری نباشه واشراش عوض بشه، رینگش عوض بشه. نگاه کنید چه جرمی داره توش، عوض بشه، موتور اوورهال بشه بره بالا. ولی اگه شما بخوای از زیر یاتاقان عوض کنی، نصف موتورتو باید واس کنی، خیلی توفکاری میشه موتورتون رو. اگه به این مشکل خورد حتما موتور رو بذارید زمین، کاراشو انجام بدید، اصولی جمع بشه بره بالا، هم خیال مشتری راحت باشه هم خیال مکانیک. اینم یه نکته خواستم خدمت دوستان بگم. توی کامنت ها منتظر کامنتاتون هستم ببینیم چند نفر با همون موافقن.